بعد از اینکه با جنگ این کشور رو اومدن نابود کنن نشد، صهیونیستا از نفوذی‌های خودشون تو ایران استفاده کردن، بی تردید دو قطبی درست کردن به نام اصلاح طلب اصولگرا. اصولگرا یعنی چی؟ فاندامنتالیست، یعنی مسیحیایی که تو اروپا آمریکا میگفتن ما فقط به این فونداسیون عقایدمون اصول عقایدمون چسبیدیم، واقعیت رو نمیخوایم ببینیم. یه جریان جاسوسی صهیونیستی تو کشور ما اومد گفت اینایی که از دین دم میزنن اصولگرا هستن. این یک فحش بدتر از فحش ناموسی بود. یه مش نادون همینو گرفتن گفتن ما اصولگرایان میدانید از ارزش‌هایمان میخواهیم دفاع. بابا اون داره به تو فحش میده، تو چرا اینو به خودت گرفتی؟ و بعد اسم خودشونو گذاشتن اصلاح طلب. من نمیگم اصلاح طلب ها همه جاسوسن، اما جریان های جاسوسی پشت درست کردن این دو قطبی در جامعه ما بود و هست، همین الان هم هست. دقت کنید، اصولگراها مظهر چی شدن؟ دین مدارانی که به دنیا کاری ندارن یا حماقت لازم رو دارن برای اینکه دنیا رو خراب کنن. بعد گفتن گروه مقابل اینا اصلاح طلب هستن. من اصلا به افرادش کاری ندارم، تو هر دو تا گروه افراد فهمیده هستن، اما نه اونقدر فهمیده ای که بتونن این دو قطبی رو از بین ببرن. درسته؟ این طرف اومدن گفتن چی؟ ما باید دنیا رو آباد کنیم، اگه لازمه عرق فروشی هم تو جامعه آزاد بشه، همجنسبازی هم آزاد بشه، بی‌حجابی هم رواج پیدا بکنه، جامعه رو باید اداره کرد. خیلی خودشونو واقع بین میدونستن. خب اتهام تحجر رو این جریان اصلاح طلب با خود اصطلاح اصولگرایی که نزدیک به تحجر هست به این طرفیا زدن، در حالی که خودشون هم متحجر بودن. والا به خدا هر کسی اصولگرا باشه به این معنای لغوی، به این معنای غربی، که فقط اصول دینی خودش رو، اونم اصول اعتقادات فردی رو بلد باشه به اون بچسبه و از اون جدا نشه، متحجره. ما هم قبول داریم. ولی تویی هم که در دین آبادی دنیا رو نمیبینی، تو هم متحجری. درسته؟ این دعوای شوم دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا ایجاد شد. بعد چی شد؟ تو انتخابات ها می اومدن تحریک ایدئولوژی می کردن. مثلا آقای ناطق نوری با آقای خاتمی اینا شدن دو قطب. آقای ناطق نوری شد نماینده، الان میدونید که اینا دروغه، ولی آقای ناطق نوری شد نماینده اصولگرا، آقای خاتمی شد نماینده اصلاح طلب. یه دفعی شعارهای اصلاح طلبی شعارهایی شد که توش بیدینی بیشتر موج میزد. اینور همه دیندارها تحریک شدن، رفتن پشت سر آقای ناطق نوری، اگرچه ممکن بود فکر کنن رئیس جمهور خاتمی بشه بهتره ولی دیگه دعوا ناموسی شده، میدونی که دین داره نابود میشه. و تو دقیقه 90 انتخابات که طبق حالا نظرسنجی‌ها یا برآوردها آقای خاتمی کمتر بود، رفتن یه فیلم درست کردن. حالا کی این فیلمو درست کرد نمیدونم، که 4 تا دختر بی حجاب پشت سر خاتمی، بعد دیندارا رو تحریک کردن، دعوای ایدئولوژی را انداختن بین اصلاح طلب اصولگرا. اصلا اصلاح طلب اصولگرا یعنی دعوای ایدئولوژی بینشون هست، دعوای منطقی عقلانی که نیستش که. این انتخابات این بذر شقاق اجتماعی رو در جامعه ایجاد کرد.